سلام میکنم به همه بینندگان عزیز که دارن پادکست همه چیز در مورد املاک در تورنتو رو میبینن. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. تو جلسات قبلی خیلی‌ها بهم گفتن که توضیح کلی بده که این پادکست در مورد چیه. آقا این پادکست در مورد همه چیز راجع به ریال استیت مارکت تو تورنتو کاناداست. ما افراد مختلف و اهم از ریال استیت ایجنت، مورگیج بروکر، لویر، بیلدر دعوت میکنیم و سعی میکنیم تا جایی که میشه عزیزان رو ادوکییت کنیم و بهشون اطلاعات بدیم. مهمون امروز من سامان مطهری هستن از بیلدرای به نام تورنتو که هم دوست و هم همکار بنده و اینکه از بهترین بیلدرها. خیلی خوشحالم که سامان دعوت منو پذیرفتی. یه ذره خودتو برام معرفی میکنی؟ مرسی شایان جان، خیلی ممنون. سامان هستم، خوشبختم. سلام میکنم به بیننده های شما و چنل خوبتون. در خدمتون هستم. کمپانی ما هم هست کاسا یونیک دیزاین اند بیلد که سال هاست داریم کار انجام میدیم. بسیار عالی. من واقعا از این سری خونه‌هایی که سامان ساخته رو خیلیش داخلش رفتم و چیزی که خیلی برام همیشه جالبه اینه که به دیتیل خیلی اهمیت میده، یعنی همه چیز تاپ ناچه. خیلی بیلدرها من دیدم یه سیاستی اونایی که خیلی اینوستور فوکسن، یعنی برای سرمایه‌گذاران میسازن، تا جایی که میشه هزینه رو توی یه سری جایی که دیده نمیشه میارن پایین و چیزایی که دیده میشه میبرن بالا که من به عنوان ریل استیت ایجنت کاملا اینو متوجه میشم. ولی سامان همه چی دیتیل، از هیت درایو گرفته تا همه چی تو بیسمنت و تو دیتیل‌های ساختمون و دیزاین خیلی عالیه و چیزی هم که خدماتی هم که ارائه میده همش وان استاپ شاپه، یعنی شما هم باشون اینتریور دیزاین رو میگیری، هم آرکیتکت دارن این هاوس، هم کار پرمیتتون رو انجام میدن، هم اصلا زمینتون رو براتون میخرن. ولی یه سوال کلی که میخواستم بپرسم اینه که کلا این ساخت کاستوم بیلت هوم جنبه سرمایه گذاری داره یا جنبه شخصی داره؟ چون اسمش میشه کاستوم بیلت، یعنی یه نفر برای لایف استایل شخصیش میخواد یه خونه‌ای بسازه. حالا چرا انقدر سرمایه گذارا براشون جذاب این قضیه که از حالت لایف استایل اصلا خارج شده؟ شایان جان، برای اینکه ریل استیت توی کانادا، حالا تو ایران هم به همین صورت، واقعا یه سرمایه گذاری سیفیه که شما هم پولت داره رشد میکنه با تورم و هم به خاطر مهاجر پذیر بودن کانادا و تعداد زیادی مهاجری که در سال داره میاد، همیشه این نیاز مسکن بوده و هست و خواهد بود. حالا مارکت یه موقعی داغه، یه موقعی سلو میشه، ولی اون احساس نیاز همیشه هست. یعنی ما همیشه کمبود مسکن داشتیم و داریم و با این روندی که پیش میره خواهیم داشت. برای همین یکی از سیف ترین سرمایه گذاری هاست در کانادا، به خصوص شهرهای اصلی مثل تورنتو، ونکوور، الان ادمونتون، آلبرتا، مونتریال، همه جا خیلی کمبود مسکن داریم و احساس نیاز میشه. و این که شما فرمودید میتونه هر دوتا باشه. یعنی ما کلاینت داریم که برای نیاز شخصیش داره خونه رو میسازه که دوست داره طبق سلیقه خودش باشه، یعنی خونه آماده ای رو نره بگیره که همه چیزش رو از قبل براش تعیین شده باشه. میخواد خودش برای خودش تعیین بکنه چی میخواد بر اساس نیازش. و خیلی هم هستن که سرمایه گذارن، حالا میسازن بساز بفروش های خودمون که حالا تو ایران هم میگفتیم بساز بفروش. به این دو تا کاتگوری واقعا ختم میشه. متوجه شدم. حالا اون دسته از آدمانی که برای مصرف شخصی برای میخوان یه کاستوم بیلت برای خودشون لایف استایل خودشون داشته باشن، چه جوری میکشور میکنی که همه چیز مچه؟ اصلا اون مراحل اولیه‌اش چیه که خب ما خیلی مستلزم اینه که چندین بار خب باهاشون میتینگ خواهیم داشت، با از اول با اینتریور دیزاین های خودمون، حالا یا این هاوس هستن یا اینتریور دیزاین های دیگه، آرکیتکت. خب ما هم آرکیتکت این هاوس داریم، هم با آرکیتکت های خیلی خوب شهر داریم کار میکنیم، از جمله مثلا استن مکو هست که یکی از بهترین هاست، لورن روز هست و اینا خیلی مطرحن توی صنعت کاستم هوم. از اول سعی میکنیم که با نیاز خودشون همه چی طراحی بشه، یعنی از طراحی داخلی، طراحی خارجی، نما، دیتیل ها، انتخاب متریال، و ما راهنماییشون میکنیم که بتونن به صرفه ترین ها رو انتخاب بکنن و با ذائقه خودشون نزدیک باشه. متوجه شدم. عجیب ترین چیزی که توی ذائقه ی آدم دیدی، تو سلیقه ی آدم برای ساخت خونش دیدی چی بوده؟ ببین ما تو کانادا خیلی ساختمون سازی تا شاید بهت بگم تا همین مثلا 15 سال پیش واقعا همه چی خیلی ساده بود. یعنی دیتیل های ساده، مولدینگ های آماده ای که شما میرفتی مثلا از هوم دیپو میگرفتی. ولی میتونم به جرئت بگم واقعا ما ایرانی ها، حالا چه سازنده ها هم
همکارای عزیزم چه مصرف کننده های ایرانی، واقعا صنعت کانادا رو ساختمون سازی شد متحول کردیم. با اون ذائقه ایرانی که آوردیم الان به ندرت شما میبینی که خونه هایی که داره ساخته میشه مثلا از مولدینگ آماده استفاده کنن یا درای آماده استفاده کنن، همه چی داره کاستم ساخته میشه و در کنارش خب ایجاد شغل هم شده. الان خیلی ها هستن دارن مولدینگ میزنن، دارن پریکست میزنن، کارخونه های در به وجود اومده چون این نیاز رو ما داشتیم دیگه. از اون حالتی که همه چیز آماده باشه و ساده باشه واقعا در اومده و من فکر میکنم اینو کانادا مدیون ایرانیا و تیست ایرانیا هستش. دقیقاً این ایدئالگرایی یه چیزیه که همیشه تو ایرانیا بوده و من خودم هم تو مرحله به مرحله دیدم. و اینکه راجع مراحل ساخت یه خونه برامون توضیح میدی که خونه سینگل فامیلی دیتچد. ببین خب اول از همه که به قول شما ایجنتا لوکیشن، حالا یا لوکیشنی که برای ساخت و فروش باشه یا لوکیشنی که مصرف کننده دوست داره توش زندگی بکنه، که خب برمیگرده به شما ایجنتا که بتونین بهترین خرید رو برای کلاینتتون بکنید و لوکیشنی که دوست دارن یا لوکیشنی که هات باشه بعداً بخوان بفروشن اذیت نشن و خرید خوب. من همیشه میگم سود ساختمون توی خرید خوبه. اگه قرار باشه اوور پرایس یا حتی به قیمت یه جای رو بخری، اون سودو برات نمیده که بتونی به قیمت بخری و در نتیجه خریده که خب اونم زمان خاص خودشو داره تا کلوز بکنن. حالا ما معمولا کاری که پیشنهادی که میکنیم، چون ما هم با ایجنتای خوب همیشه کار میکنیم مثل شما و حالا بقیه، پیشنهادی که میکنیم خریدار موقعی که داره یه جایی رو میخره و قصدش اینه که اونجا رو بخواد بسازه، همیشه توی Agreement of Purchase and Saleش این اجازه رو از سلر بگیره، چون یه پروسه کلوزینگ ممکنه 3 ماه 4 ماه طول بکشه و ما تو این مدت این اجازه رو بگیره از سلر که بتونه اپلای کنه با هزینه خود خریدار برای کارهای پرمیت و ما بتونیم سریع کانکتش بکنیم. اولین چیزی که نیاز داریم یه سروی جدیده که به اصطلاح حد و مرز خونه رو نشون بده، زمین رو نشون بده، که اونو سریع ما انجام میدیم و بعد آرکیتکت یه به اصطلاح طرح اولیه و شروع میکنه براشون زدن و اینا باز مستلزم تیم‌های مختلفه که بتونیم برسونیم همه چی رو به نظر مصرف کننده نزدیک بکنیم. این خود پروسه دیزاین و سروی و اینا خودش حداقل بین 6 تا 8 هفته حداقل طول میکشه. بعد سریع میتونیم اپلای کنیم برای به اصطلاح پرمیت، حالا زدسی زونینگ سرتیفیکیتشون رو بگیریم و اگر نیاز داشته باشه به کمیتی آف ادجاستمنت برن که بتونن آیتمای بیشتر از نرمی که شهرداری میده رو اگر بخوان، شما بخوای هایت بیشتر بگیری، شما بخوای به اصطلاح جی اف ای بیشتر بگیری، اینا همه نیازه که بری توی کمیتی آف ادجاستمنت. اون پروسه کمیتی آف ادجاستمنت یه ذره طولانیه، به خصوص بعد از کووید پروسه 5-6 ماه هست که اضافه میشه به زمان گرفتن پرمیت. ولی میتونم بگم که از زمانی که ما شروع بکنیم تا پرمیتشون آماده بشه، اگر کمیتی آف ادجاستمنت نخوان ظرف 3-4 ماه پرمیتشون حاضر میشه. اگر کمیتی آف ادجاستمنت بخواد احتمالاً بین 8 ماه تا 1 سال میتونه طول بکشه. ما حتی پرمیت داشتیم برای کلاینت که داریم انجام میدیم، آرکیتکتش هم نمبر 1 با آقای استن مکو هست، ولی متاسفانه نیبرها تو کمیتی اول حتی اومدن یه سری آیتما رو موافقت نکردن که البته حقشونه و مجبور شدیم ما تغییرات بدیم و مجدد یه کمیتی دیگه بریم. یعنی 1.5 سال این پرمیت ما طول کشید ولی اون چیزی شد که کلاینت دوست داشت بشه. معمولا توی این کمیتی آف ادجاستمنت چه شخصیه که میره دفاع میکنه؟ یا پلنر میره که بعد هایر بکنی یا خود آرکیتکت میره دفاع میکنه، یکی از این دوتاست. و اینا نامه میدن به نیبرهود تا یه شوهایی که بتونن در اون روز حضور داشته باشن، یه کپی از نقشه رو بهشون میدن که اگه کانسرنی دارن راجع به هایت خونه، راجع به اصطلاح پیشروی خونه، بتونن بیان و نظرشون رو بدن و از حق خودشون همسایه ها دفاع بکنن. یه ذره راجع به چالش‌های ساخت یه خونه برامون میگیم. ببین شایان جان، کار ساختمون سازی همش چالشه. شما با کلاینت چالش داری، با نیبرها چالش داری، با کانترکتورها چالش داری. یعنی واقعا یکی از کارهای سخته. باید واقعا عاشقش باشی، دوستش داشته باشی تا بتونی توش دووم بیاری. حالا میگن ساختمون آدمو پیر میکنه، واقعا این موضوع هستش، برای اینکه یعنی کار سر و کله زنیه دیگه. یعنی واقعا باید عاشق این کار باشی و از دل و جون دوست داشته باشی اون کارو. چالش زیاده، کافیه که مثلا یه اشتباه کوچیک یه جا بکنی، چون ساختمون همه
چی به هم دیگه وصله، میدونی مثل یه چین میمونه. شما یه اشتباه کوچیک توی یه جا در ابتدا بود، چی میگن، یه ضرب المثلی بود که میگفتن دیوار کج، نمیدونم بنا خشتشو کج بذاره، از اول دیوار کج میره. حالا کج مقصد نمیرسه. نه اون نیست، نه. ولی آره یه خشتی رو بنا اگه از اول کج بذاره، میدونی اون دیوار کامل تا بالا کج رفته. مثل یه نهاله شما اگه واقعا یه ذره کج بذاری، اون درخت عظیمی که بعدن 5 سال بعد میره بالا، اون کج رفته بالا. من یه خونه‌مون دارم، یه دونه پلنت دارم که کجه، احتمالاً همون مشکل خشت اول داره. دقیقاً. ولی دوستش دارم. چالش خیلی زیاده. باید خیلی سعی کنی که اگر داری برای کلاینت میسازی، خیلی سلیقه کلاینت رو بتونی اعمال بکنی و کاست افیشنسی رو براش در نظر بگیری، ضوابط رو باید در نظر بگیری و اگر برای بساز بفروشی داری میسازی، باید بدونی نیاز اون منطقه چیه، خریداری که در آینده داری چه تایپ خریداریه. مثلا خب ایریاهایی که چاینیزا میخرن، ما همیشه نقشه هامون رو میدیم برای یه فاینال ریویو برای فانکشویی که چاینیزا خیلی بهش اعتقاد دارن. چقدر جالب. بله، مثلا دوست ندارن که بالا سر فویه آب باشه. خب خیلی جاها نقشه اتفاقا دقیقاً لاندری میفته بالا سر فویه تو نقشه ها. یا دوست ندارن در روبروی خونه با در پشتی خونه توی خط باشه. اعتقادشون اینه که انرژی که میاد از همونجا میره بیرون. در نتیجه ما در بکیارد رو همیشه میذاریم رو ساید، روبروی در به اصطلاح ورودی نمیذاریم. یه اعتقادات خاصی دارن که یا میگم پله نباید روبروی در ورودی باشه. بله، خیلی اونایی که ترادیشنال به خصوص هستن، حتی جنریشن‌های جوان‌ترشون هم اعتقاد دارن. و ما یه مستر فنگ شوی داریم که همیشه میفرستیم نقشه‌ها رو، فاینال رو یه ریویو میکنه. منم یه بار یه پری کانستراکشن می‌خواستم بخرم برای یه نفر، یه یونیت خیلی بزرگ می‌خواست بخره، دیدم با 3 نفر اومد در سلز آفیس، تو 3 نفر متخصص فنگ شوی بودن، تغییراتی خاصه تو فلور پلان داده. خیلی جالب. و اینو ما در نظر میگیریم. اینا همش چالشاییه که باید بدونی که اگر داری میسازی که بفروشی، تو اون اریا کی میاد بخره، چه تایپ کلاینتی داری، چه متریالی استفاده بکنی. مثلا یه اریاهایی خیلی میطلبه که دیزاین مدرن بری، مثلا اریای اونیو رود. مثلا اگه شما همون کانسپت مدرن دیزاین رو بیای تو اریای مثلا فورسیل، یا بیای توی برایدل پد، یا بیاری تو ویلودل، نمیگم نمیخرن، ولی فروشت خیلی سخت‌تر میشه. خیلی هنوز کانسپت توی تورنتو، یعنی من میتونم به جرئت بگم که ایست امریکا، یعنی حالا میشه تورنتو، نیویورک، این شهرهای ایسترن، خیلی هنوز رو دیزاین کلاسیک و ترانزیشنال، یه ذره بخوان مدرنش کنن، ترانزیشنال خیلی روش هنوز وایسادن به خاطر شرایط آب و هواییه. ولی وقتی میری وست امریکا، ونکوور، سیاتل، کالیفرنیا، خیلی مدرن، به اصطلاح دیزاین مدرن خیلی طرفدار بیشتری داره که بازم به شرایط آب و هواییه. اونور گرمه، نور زیاده، پنجره ها بزرگ میگیرن، پنجره ها عوضا اصلا باز میذارن هوا بچرخه. مثلا ونکوور خیلی خونه ها شاید ایر کاندیشن ندارن، ولی اینور خب چون سرما بیشتره، ایست پنجره ها کوچیک‌تره، دیوارها که ضخیم‌تره به خاطر عایق بیشتره و این 2 تا فرقو داریم بین ایست و وست کانادا یا امریکا. واجه شدم. تا حالا تو ونکوور هم خونه ساختی یا قصدشو داریم بسازیم؟ نه راستش نساختیم و قصدش هم نداریم، چون که واقعا دوره. من یه بار رفتم ونکوور، خیلی شهر قشنگیه، ولی 5-6 تا کار ساختمونی چیزی که باید هر روز باهاش اینوالو باشی، نمیتونی که از راه دور کنترلش بکنی. یه کارخونه نیست که شما با کامرا بتونی منیج بکنی و بقیه افراد کار روتین خودشون رو انجام بدن. یه کار چالنجینگیه که هر روز باید بالا سر کار باشی. دقیقاً. چند تا خونه الان توی تورنتو تو الان ساختیم؟ والا هیچ وقت نشمردم شایان جان، ولی ما خب از قدیم کارمون این بوده، از پدرم بوده و تو ایران هم ما همین کارو میکردیم. حالا تو ایران لولش فرق داشت، اونجا کاندو میساختیم، اینجا تصمیم گرفتیم که به اصطلاح کاستم هوم رو بندازیم توی پروسه کاری. و یه ذره فرقش در اینه که کاندو سازی توی کانادا یه مقدار طولانیه، زمان خیلی زیادی میبره برای گرفتن پرمیتت، زمان خیلی زیادی میبره برای ساختت. هنوز ساختمون سازی در کانادا مادرنایز نشده. هنوز شما مثلا تو دبی میبینی که 3 شیفت دارن کار میکنن، یه دفعه یه برج 70 طبقه رو میبینی ظرف مثلا 2 سال تموم شد، 1.5 سال رفت بالا. ولی تو کانادا همون شاید 4 سال طول بکشه. هنوز به اون لول مدرن ساختمان سازی مدرن در دنیا که حالا چین باشه، امارات باشه، بعضی کشور اروپایی باشه، هنوز ما نرسیدیم. هنوز خیلی سنتی کار میکنیم توی کانادا.
چقدر جالب، با اینکه کشور جهان اوله ولی میگه هنوز نه به ساخت سنتیه. بله. حالا یه ذره راجب، چون میدونم خیلی دوستان اینا رو بدونن، راجب دیتیلای هزینه ساخت، اینکه مثلا همون پرمیتی که میگی چقدر هزینه شه، یا اصلا اسکوئر فیتی چند هزینه ساخت در میاد. میدونم این یه سوال خیلی کلیه، تو هر محله با توجه به متریال خودش متفاوته، ولی یه چیز میانگین که کسایی که علاقه دارن بدونن. ببین شاهین جون، ساختمون یه سری چیزاش واقعا فرقی نمیکنه کدوم منطقه باشه. شما لامبر همون لامبریه که توی پست رود استفاده بکنی یا توی اسکاربرو استفاده بکنی، واقعا فرقی نمیکنه. درایوال همونه، نمیدونم میای توی فینیشینگ ها، توی کازمتیک بله تاثیر میذاره، ولی الان خیلی قیمت ها رفته بالا و هزینه ساخت به شدت بعد از کرونا رفته بالا و ما مثلا قبل از کووید میتونستیم رو اسکوئر فیتی $300 یه خونه لاکچری رو تموم بکنیم، الان مینیمم شده اسکوئر فیتی $500. و هنوز بعضی از دوستان که متاسفانه آگاهیشون رو ندارن یا میخوان به هر نحوی شده که اون کلاینت رو بگیرن، هنوز میان قیمت‌های $300 میدن، ولی وقتی یه دفعه آخر کار میشه انداب میکنن به $500-600 و اینجوری هم اون کلاینت پیس آف شده، تراستش رو از دست میده، هم در یه عمل انجام شده قرار گرفته، ولی واقعیت اینه که اون قیمت‌ها نیست دیگه. دقیقاً این اتفاق برای کلاینت من افتاد که بهش قیمت خیلی پایین دادن و با یه بیلر خوب نرفت، با ایشون رفت و موقعی که وارد کار شدن تو پروسس انقدر هزینه ها به وجود اومد. اصلا $500 هم الان براش بیشتر شده و هنوز خونه هم تموم نشده. حداقل $500 حداقل. حالا بستگی به فینیشینگ داره. شما میتونید چه میدونم اپلاینسی بذاری که 50-60% با هم اختلاف قیمت داشته باشن. میتونی نمیدونم روفی بذاری که 50-60% اختلاف قیمت داشته باشن. تایلت همینجور، حالا نچرال استون باشه، پورسلین باشه، چه از چه کشوری ساخته شده باشه. پورسلین هست، چینی هست، اسپانیایی هست، ترک هست، همه اینا با هم اختلاف قیمت داره. ولی مینیمم ساختی که استاندارد لاکچری باشه الان برای کاستوم ها مینیمم $500. خب یه سوالی داشتم ازت راجع به تریان وارنتی، که اصلا این چه وارنتی، چه کمکی میکنه؟ ببین شاید جان، کمکی نمیکنه، یه چیزیه که واجبه، یعنی الزامیه در کانادا، در اونتاریو که حالا بهش تریان میگن. فقط یه وارانتی نیست، یه لایسنسیه که شما به عنوان یه بیلدر که برای دیگران خونه میسازی باید داشته باشی و مستلزم اینه که حالا امتحانات مختلف داره، اینترویو داره و رجیستریشن نامبر به شما میدن و وقتی شما اونو داری روی خونه‌ای که داری میسازی، بله وارانتی میاد 7 سال که 2 سال اول شامل همه انولاپ خونه میشه، بعد اینا اکستند میشه به حالا فاندیشن و فوتینگ و اینا تا 7 سال ادامه داره. ولی اگر نداشته باشن بیلدرایی که بدون تریون خونه میسازن برای دیگران، این هم متاسفانه شامل پنالتی فاینانشالیه، هم بعضا رو سایت تریون که میری اسمشون رو میذارن یه وقتایی به عنوان ایلیگال بیلدر و حتی زندان داره، بله حبس هم داره. و اونتاریو متاسفانه یه ذره این مسئله توش کانفلیکت داره، برای اینکه میگه که شما به عنوان مصرف کننده شخصی میتونی برای خودت خونه بسازی، نیازی نداری که یه بیلدر هایر بکنی، ولی اگر شما داری برای کسی خونه میسازی به عنوان یه بیلدر، شما باید تریون داشته باشی. این دوتا با هم دیگه هنوز سازگاری نداره، چون خب خیلیا میان بدون لایسنس دارن کار میکنن و در ظاهر اینه که دارن فقط مشاوره میدن و اون طرف داره خونه رو به خودش برای خودش میسازه. از این موضوع در واقع سوء استفاده میکنن. ولی این یه بار تکرار بشه، 2 بار تکرار بشه، 3 بار تکرار بشه، اینا حتی تریون گشت داره توی اریاها، من دیدم اینا میگردن، اصلا رو سایتش هم هست، اینا گشت دارن میگردن جاب سایت ها رو بعضی وقتا چک میکنن، تتوشو در میارن ببینن این بیلدره که داره میسازه یا خود اونره که داره میسازه و هم جریمه مالی داره، هم مجازات به اصطلاح کیفری داره. چقدر جالب، من خیلی بیلدر دیدم تریان نداره، خیلی بیلدر دیدم. میگم از این موضوع خیلی کلیر نیست توی اونتاریو و به نظر من ضعف قانونیه. در مقصر بیلدرها نیستن، مقصر هوم‌اونرها نیستن، من اینو ضعف به اصطلاح قانون میدونم که به شما از این ور هم اجازه میده خودت برای خودت بسازی. خب چه تضمینی وجود داره که منی که هیچ نالجی ندارم به عنوان مصرف کننده خونه خودمو بیام بسازم و فردا این خونه رو سر من نریزه پایین، رو سر زن و بچه‌م نریزه پایین، رو سر خریدار بعدی نریزه پایین. خب اگر قراره باشه که کسی که لایسنس داره و رجیستر شده هست خونه برای دیگران بسازه، خب این باید همیشه
همیشه همه جا باشه. نمیتونه قانون بیاد بگه که اوکی حالا شما که میخوای خودت برای خودت بسازی نیازی به اون نداری. این به نظر من ضعف قانونه. و اگر قانون جوری باشه که برای همه اجباری باشه، خب مسلما همکارایی هم که ندارن میرن میگیرن، اقدام میکنن و این یه چیز همگانی میشه. توجه شدم. حالا یه چیزی که راجبش صحبت کردی، دیزاین‌های مختلف. خواستم میدونم یه توضیح برامون میدی راجب دیزاین‌های مختلفی که تو ساخت تو تورنتو مرسومه بیشتر استفاده میکنن؟ میگم قبلا خیلی کلاسیک بود همه چی، کلاسیک خیلی ساده. بعد یواش یواش یه ذره ترانزیشن شد، یعنی یه ذره تاچ‌های مدرن اومد توی کلاسیک که بهش میگن حالا اصطلاحاً ترانزیشنال دیزاین، فرنچ کلاسیک دیزاین. جدیدن هم چند سال اخیر بعضن میبینی که خونه های مدرن هم داره میاد توی اریاهای خاص، بیشتر دمند داره. میتونم تو همین سه تا کاتگوری خلاصش کنم، یعنی کلاسیک، ترانزیشنال، مدرن. اونایی که این روزا خیلی ترنده چیه؟ ترانزیشناله تورنتو. بله. مادرنا دیدم تو میدتاون خیلی چیز شده، کوریدور من پرزنت یانگ یا همون اونیو رود باثرز، اونیو رود لاتای کوچیک‌تر و اریاهای خاص. بله، خونه‌های مدرن هم ترند شده جدیدن، ولی رو لاتای بزرگتر که میای هنوز ترانزیشنال یا یه ذره کلاسیک بیشتر. این خیلی به نظر شخصی منم از دید ایجنتی به نظرم اون خونه‌ای که آدم داره میسازه رو ببینه چه کسی رو تارگت میکنه. مثلا خونه وانکار گاراژ برای 25 خب داره یه یانگ کاپل رو تارگت میکنی به عنوان کسی که قراره استفاده کنه ازش و به نظرم مدرن شاید جواب بده. مسلماً. خونه 3 کار گاراژ 100% ترادیشنال. بله، مدرن خب اریاها بیشتر اوپن کانسپت هستن، بیشتر فضاها رو میشه ازش استفاده کرد. ولی اینو بگم بعضی خیلی‌ها فکر میکنن که خونه مدرن هزینه‌اش کمتره. اصلا اینجوری نیست. بعضی وقتا، یعنی خیلی وقتا خونه‌ای که مدرنه حتی هزینه‌اش از یه خونه ترانزیشنال کلاسیک بیشتره، چون که درسته که شما مولدینگ نمیزنی، درسته که نمیدونم میبینید تو ظاهر ساده است، ولی انقدر باید این فینیشینگ ها تمیز و دقیق در بیاد که همونو باعث میشه کاست شما یه ذره میره بالاتر. و اصلا این ایده‌ای که خونه مدرن ارزون تر فینیش میشه این کاملا اشتباهه. متوجه شدم. چقدر جالب. من خودم فکر می‌کردم ارزون تره، چون خیلی پلین تره، خیلی مینیمال تره، اصلا خیلی دیتیلی توش نیست. بله. همیشه فکر می‌کردم با این هم یه چیز جدیدی درست می‌کنی، هم که هزینه‌اش کمتره. نه اصلا اینجوری نیست. این یه طرز فکر اشتباهی که جا افتاده. یه سوال، این چیزا رو دیدی که جدیدن، یعنی دیدم یه خونه که شاین داشتم که جدیدن که خیلی دزدی ماشین و اینا زیاد شده تو اونتاریو، میان اینجوری ماشین میره رو درایوی، برای پشتش چیزا تو زمین میاد اینجوری بیرون. بولارد میگم. بله. چه چیز جالبیه. نه؟ بله. جدیدن مرسومه. درست. ببین یکی دو تا کمپانی توی اونتاریو بودن که اینا رو انجام میدادن. جدیدن داره یه ذره مرسوم میشه، ولی یه مقدار داستان داره به خاطر آب و هوای اینجا، چون اینا از زیر باید درین داشته باشه، پامپ باشه تو این درین. وقتی برف میاد بارندگی میشه، خب دوره این بازه دیگه، آب میره همیشه اون پایین. اینا مخزن باید داشته باشه، پامپ اون زیر باشه که آبشو تخلیه بکنه. خیلی جا نیفتاده ولی ایده خوبیه به نظر من. دیگه چه کمکایی توی ساخت خونه میشه کرد که از این ماشین دزدی بتونیم جلوگیری کنیم؟ واقعا نمیشه هیچی گفت. یعنی کامرا که به درد نمیخوره. ما یه کاری که میکنیم تو خونه های خودمون، ما همیشه شیشه ها رو، یه کمپانی هست که میاد برامون از داخل و از بیرون اینا رو یه فیلم، کلیر فیلمه که میچسبونه که اون یه ذره درصد این که بتونن نفوذ بکنن به داخل خونه کم میکنه. یعنی شیشه در اثر ضربه میشکنه ولی نمیتونی ازش عبور بکنی، یعنی شیشه نمیریزه. این شاید یه ذره چیزی باشه که بتونه کمک بکنه. چقدر جالب. مثل همین نوار فیلم‌ها که هیچ وقت پاره نمیشد. بله. دیدم اگه اتفاقا بخوای شیشه رو بالت پروف اوردر بدی از فکتوری که خب خیلی هزینه زیاده، حالا روی خونه های خاصی شاید این کارو بکنن، ولی خب این خیلی از نظر هزینه پایین تره و کمک میکنه که به داخل خونه نتونن نفوذ بکنن. حالا این ترند شده بود توی سینی چایی و کلید ماشین و نمیدونم شکلات میذاشتن برای دزد دم در. اینو شاید یه ذره جلوی اونو بگیره، ولی واقعا هیچ چیزی نمیشه. متاسفانه این موضوع خیلی آزاردهنده است توی تورنتو که ماشین دزدی روزانه، یعنی ساعتی. ولی به نظر من شاید اون بولاردا کمک بکنه. من اصلا رفته بودم مهمونی، سامان باور میکنی رفتم مهمونی، یکی از مهمونا رو ماشینش دم در دزدیدن. یعنی باز دم خونت میگه آقا دزدی وقتی گذاشته اومد ببینید تو کی خونه نیستی کی خوابی، طرف اومده مهمونی ممکنه هر لحظه پاشو بیاد بره خونه. متاسفانه از نظر امنیت یه مقدار ضعف داریم.
دیگه باید قوانین رو یه ذره به نظر من اصلاح کنم. آره. یه دزدی که ماشین رو میدزده و میدونه چه میدونم چند ماه بعد میاد بیرون، خب خیلی انگیزه‌ای نداره برای اینکه اون کارو نکنه، میبینه که پانیشمنت جدی پشتش نیست. بازم این برمیگرده به ضعف قوانین به نظر من. دقیقاً. حالا یه ذره از قضیه دیزاین و دا خود خونه بیان بیرون و از لحاظ اند یوزری بخوایم سویچ کنیم رو به لحاظ اینوستر پرسپکتیو به قضیه نگاه کنیم، برای یه سرمایه گذار توجیهی داره که هنوز تو تورنتو خونه بسازه با توجه به قوانین کپیتال گین جدید HST تمام هزینه‌ای که وجود داره؟ شاید خب اینجا توی کانادا میدونی که بهره‌های بانکی که بهره بانک بخواد به شما بده واقعا اصلا چیزی نیست که جوابگوی زندگی افراد باشه. یعنی پولشون رو بخوام بذارن تو بانک مثل ایران 28% 30% بهره بگیرن، اینو نداریم. و بازم یکی از سیف ترین سرمایه گذاری‌ها مسکنه، به خاطر تعداد مهاجری که میاد، کمبود مسکنی که داریم و افزایش قیمتی که سال به سال توی مسکن داریم در کانادا. هنوزم توجیه داره برای اینکه شما یه پروژه رو میخری تا پرمیتش رو بگیری، تا بسازی، تا تموم بشه. یه پروسه 2 سال و نیم حداقل هست و تو اون 2 سال و نیم قطعا تورم خورده به پولت تو بانک نیست که اصل پولت تورم بهش نخورده باشه. یعنی توی این مسیر داری با این موجای تورمی شما همزمان میری بالا و در نهایت سودت هم ممکنه کمتر بشه. بله کمتر میشه، ولی بازم هنوز از سیف ترین سرمایه گذاری هست به نظر من. ولی به شرط اینکه خرید سمارتی داشته باشی، هزینه هاتو بتونی خیلی خوب منیج بکنی، اوورپرایس هزینه نکنی و در نهایت بتونی یه کالایی رو ارائه بدی که هم مورد پسند مشتری باشه و هم از لحاظ هزینه بتونی جوری منیج بکنی که برای شما هم سودی رو به وجود داشته باشه. آره 100%. معمولا هم یه چیزی که همیشه من خودم میگم اینه که صبر دیگه، یعنی اگه دیدی به اون مرحله هم نرسیدی که توجیه برای فروشش نیست، اون صبر شاید بتونه کمک کنه، ولی در این حال کرین کاست هم زیاده دیگه برای خونه. 100%. بله کرین کاست زیاده، ولی خودت سالها کار کردی توی ریل استیت و میدونی که مارکت کانادا ریل استیتش جوریه که هیجانی میشه، قیمتا میره بالا و سلو میشه. یعنی مارکت نیست که مثلا حالا امریکا یه دفعه قیمت‌های خونه‌های توی مایامی از $1,000,000 اومد رسید به $200,000 چند سال پیش این ریسیشن اتفاق افتاد. تو کانادا هیچ وقت به ندرت داشتیم، نمیتونم بگم هیچ وقت، به ندرت پیش اومده، ولی قیمت‌ها میره بالا، سلو میشه، شاید یه ذره بیاد پایین که الان این اتفاق افتاده، ولی باز دوباره میره بالا و این به خاطر بیشتر مهاجرپذیر بودنه و کمبود مسکنه. خیلی از قسمت‌های کانادا خب قابل سکونت نیست به خاطر سرما، در نتیجه خیلی لوکالایز شده روی اریاهای خاصی برای سکنه. خب اینا همه دست هم دیگه میده که باعث بشه مارکت داغی رو داشته باشه. ولی به نظر من هیچ وقت بیزینس های ریسکی نمیتونه باشه ریل استیت تو کانادا. نه، فقط با این بهره ها شاید ذره اذیت کننده باشه. بهره کانستراکشن لون چقدر اختلافش مثلا با پرایم ریت؟ ببین الان خیلی نزدیک شده، چون که پرایوت کانستراکشن لون رو شما هنوز میتونی با 9% 10% بگیری، بعضی دوستان تا 15-16% هم شنیدن. از پرایوت لندر. از پرایوت لندر. بله. از ای لندران کانستراکشن لون نمیدن بانک‌های اصلی؟ میدن ولی شرایطشون خیلی سخته. در نتیجه اکثرا ترجیح میدن که اون شرایط سخت رو نخوان زیر بار بگیرن. خیلی 15%. بله. ولی خب الان بهره‌های بانکی هم روی 7-8%. شما یه لاین آف کردیت هم که داشته باشی الان بهره‌اش رو 8%. هنوز میشه با 9% 10% کانستراکشن لون از پرایوت گرفت. حالا میگم بعضیا تا 14-15% هم میدن، ولی به خاطر اینکه بانک شرایط خیلی سختی داره برای دادن کانستراکشن لون، خیلی‌ها ترجیح میدن که از پرایوت بگیرن، چون یه بازه زمانی کوتاهه شما و این پول خب به صورت پارت میگیری، یه دفعه همش رو جلو نمیگیری که رو همش بهره بخوره، داری با پیشرفت کار پولتو بهت میده اون لندر. در نتیجه خب اونم باعث میشه بهره شما رو کلش در واقع تقسیم میشه به زمانهایی که داری هی پولو خورد میگیری. متوجه شدم. خیلی گفتگوی خوبی بود. حجم اطلاعاتی که دریافت کردم من خودم به عنوان هست خیلی زیاد بود، واقعا ادوکییت شدم. امیدوارم که بینندگانمونم همینقدر استفاده کردن. خیلی ممنون که تشریف آوردی. خواهش کنم. مرسی شاهین جان. به هر حال خودت همه اینا رو واردی، از ایجنت‌های خوب و خوشنام هستی و خوشحال شدم که با هم دیگه این گپ و گفته داشتیم. اگر سوالی هم داشتن بیننده‌های عزیزتون میتونن به سوشال میدیای ما هم
حتما مراجعه کنن و ما حتما جواب سوالاشون. آدرس سوشال میدیا سامانو حتما اینجا میذارم. کسا یونیک برندشون است که حتما خیلی به چشمتون خورده و شماره تلفن و تمام اطلاعات. خیلی ممنون از اینکه اومدی. قربانت عزیزم، مرسی، خدا نگهدار.